درباره گپاتیت جگر دو سخن گم میزنم. شما به درکار میشد. جگر در نمیکند، لیکن علامتش هست. رستم طبیب به علاقه به بر آمدم. گپاتیت به یگون تفسیر تید. من ویدیوی ماندگی بودم برای سبزی. چند سبزوات بسیار خورید، آبش خورید، جگر همه قیاش میشه. چند ارسیکولا، گوشتی، شیرینی، همین چیزای بسیار خورید، جگر نابود میشه. این چیزای همه تو میدونیتون. سبزی را یک روز به 1 لیتر سوکش برآورده خورید. آدمایی که جگرش خسته ایکو، جگرش پرابلم دارد. 3 روز خورید سوکی سبزی را 1 لیتری. سحر 1 استکان، ابیت 1 استکان، بیگانه 1 استکان، پیش از خواب با 1 استکان. رنگتون زرد میشد. فهمید که نقش شدن دارید. انشاءالله. یا که آبی لولگی خورید. 1 روز آبی سبزی، 1 روز آبی لولگی خورید. 1 هفته 10 روز خورید. من به 1000 رحمت گفته آمده مرا دعا میکنید. اگر نه من به یگان تیار گیاه هست میگوید، چرچق میرید. تاشکند چرچق 1 میکرورایون 53 توم 6 کامنته. نمرای رستم طبیب. تاجیکیا نمیداند، فقط ازبک روسیه میداند. میرید. اخلاص دارو هست. ترپیده تلخه انا ویا میتیاد. میفهمونه چخیل خوردن دونه. آورده میخورید. جگر با روده ها با تلخه با بسیار اعضا با فایدهش کلون. چند نمود گیاه‌ها را یک توپ کرگی وای. تاجیکستان جان دیلم وطنم هم وقت با پیش. آدمایی که گپاتیت برای کنیتون انشاءالله ناز شویتون. اخلاص خلاص. غلام جان 93.